همین نفرایی که سر ریش تمسخر میکنن. تو همین ریش همین کسی را که دیریش هم میبینی که در سیمای ریش آدم تروریست هم میبیناش. ما میره باور میکنین یه بار همین تروریستا را ببینین ریشوشون دویدگی کوتاه روشونه. این همین نفرایی اصلا جهل است. متوجه هستین؟ ضعف ایمان است. سر ریش تمسخر میکنن، سر لنگی تمسخر میکنن، سر حجاب تمسخر میکنن. بدون شکی کافر میشن، بدون شکی مرتد میشن، بدون شکی میشن. چرا؟ یا خب شعائر اسلام است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تو باید ریش تکل میکنی خودت میفهمی گناهیت، اما سر ریش مسخرگی نکن، ریشخند نزن. یکی عیب ریشکلی همی هست. علما میگن که همین ریشکلی که آدم به گناه میکشونه، میگه چرا که دوامدار که ریشکل بودی باز ریشدار بعدت میاد. حتی تو ریشدار که باز از اون میترسه. نیست؟ یعنی او از چهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ میترسه. از خاطر ریشکلی خودش، اگرچه خود ریشکلی خود گناههای زیاد داره، تشبه با کفار است، تشبه با زنها هست، هر دفعه که ریش خود کل میکنه یه دفعه لعنت الله سر از نازل میشه. یعنی خب باید آدم بفهمه هر مردی که خود با زنها مشابه میکنه لعنت سرش، و هر دفعه که ریش خود کل میکنه سرش یک لعنت الله میشه. و لعنت چی است؟ طرد از رحمت الله. خب این خوبه خودش میفهمه، لعنتش میفهمه، اما گناهگار میشه. اما اگر باز ریشخند میزنه، تمسخر میکنه، بد میبینه، بازی چی هست؟ این باز حتی گپش ارتداد میکشه.